سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. خوش اومدید به چنل یوتیوب من. ممنون میشم که در ابتدا با لایک و سابسکرایب کردناتون از کانال من حمایت کنید و تا آخر این ویدیو زیبا و سبز کنار من باشید. همونطور که در ابتدای فیلم مشاهده کردین، اینجا شهرک زیبا و گردشگری نمک‌آبروده. نمک‌آبرود یکی از بزرگترین شهرک‌های ایران و خاورمیانه است. شهرکی ویلای گردشگری در شهرستان چالوس که در استان مازندران واقع شده. تاریخچه نمک‌آبرود به این صورتی که این شهرک در سال 1367 در استان مازندران حد فاصل دریا و جنگل ساخته میشه. این شهرک در زمینی به وسعت 650 هکتار بنا شده که در ساخت این شهرک دو هدف اصلی دنبال میشه. یکی اینکه بتونه اقامتگاه تفریحی مناسبی که در تمام معیارهای یک تفرجگاه اصولی رو داراست و برای گردشگران فراهم کنه و از طرف دیگه میخواسته فشار جمعیتی گردشگران رو نسبت به بقیه شهرهای توریستی اون منطقه کمتر کنه. تلکابین نمک‌آبرود یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری شهرک نمک‌آبروده. تلکابین از فراز جنگل‌ها و کوه‌های منطقه عبور میکنه و دیدن مناظر زیبا از اون ارتفاع باعث میشه که بینندگان به وجد بیان. مجموعه تلکابین در قسمت جنوب شرقی نمک‌آبرود قرار گرفته. تلکابین به طول مسافت 2 کیلومتر هستش. خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودین و به توضیحات من گوش دادید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.